حالا تو این منزل مشتری بنده خدا مایه مخزن شستشوی دست داشتن که اونو براشون خارج کردیم، دیگه مته نمیزنیم، میخوام روی این نصب کنیم، مجبوریم 2 تا واشر هم بهش اضافه کنیم. ما واشرهای اولیه‌مون رو میذاریم برای بالای کارمون که میندازیم روی این، از پایین هم بهش واشر اضافه میکنیم تا بتونیم مهارش کنیم. اون واشر بزرگ سفیدی که ورقیه رو میندازیم. حالا ما یه واشر فلزی هم زیرش نصب کردیم که سوراخ شیره که بستیم داریم میبندیم جاشو آب بند کنیم. واشر پلاستیکی زیر، واشر فلزی برای محکم کردن مهره که مجبوریم اینجا اضافه کنیم، واشر فنریمون و مهرمون. به این صورت از زیر میاد این وسایل. پس ما این اول نصب میکنیم، از زیر مهرهاشو میبندیم. ما شیل برداشتمون رو نصب کردیم، شیلنگ، مهره زیر و ممکش رو میندازیم. حالا این قسمت بسته میشه به زیر سیفون، زیر شیله برداشت. مرحله بعدیمون نصب شیلنگ پسا بمونه، شیلنگ فاضلا بمونه. لوله اگه بلندتر باشه، لوله رو با یه مته شیشی سوراخ میکنیم، این شیلنگ میره داخلش، این شیلنگ هم که راحت خارج میشه، یعنی فیتینگه، راحت در میاد، دوباره هم میتونیم وصلش کنیم. این بسته هم از پشت و 2 تا مهره قفل میکنیم. حالا ما اینجا جا نداریم، یه روش دیگه استفاده میکنیم. خب ما 3 تا شیلنگی که بابت دست تصفیه باید وصل کنیم، یه شیلنگ ورودیمونه که به شیر آب وصل کردیم، یه شیلنگ برداشتمونه که وصل کردیم به شیر برداشتمون بالا و یه شیلنگ فاضله. همین 3 تا شیلنگمون. اولین شیلنگ که ما باهاش کار داریم شیلنگ ورودی آبه. خب دستگاهمون از کارتون در آوردیم. اولین فیتینگی که در میاریم یه صدای بادی میاد. این صدای باد یعنی اینکه دستگاه هوابنده، نشتی نداره. شرکت اینو هوا دادن داخلش بابت هواگیری و نشت. 2 تا فیلترهایی که باید شسته بشه، فیلتر 2 و فیلتر 5 مونه. ابتدای ساکن فیلتر 5 رو از جاش در میاریم. فیلتر 5 رو در میاریم، یکی از این کورکنایی که حالا اینجا هست و به یکی از خروجیاش میزنم که ورودی خروجی یه دونه ای داشته باشه. شیلنگ ورودیمو وصل میکنم به فیلتر.